بیبی. ای از پدرم است، یادت است؟ یادم است. چند روز قبل از وفاتش برم داده بود. دکمه زندگیتا محکم بگی کنعان. وقتی که دریا مثل بازار بود و وقتی که توفانیان بود، هوش کنی او دکمه را اعلانتی. همین دکمه است که کشتی را به ساحل میرسانه. میگفت اگه ایلابتی غرق میشی، بگی. پیش تو باشه. کشتی ما وقت غرق شده کاپیتان. وقت خراب شده. کشتی که دکمه نداره و خشکه برده نمیشه. هیچ چیز غرق نشده. تو هر کشتی ده هر طوفان خرابم نمیشه. تو دکمه را محکم بگی. پناهید به خدا. کنان چرا همیشه قسم میشه؟ چرا همیشه دنیم را میمانم؟ سال است که با این پای معیوب و زخمی زندگی میکنم، اما با این قلب معیوب زندگی نمیشه. قلبم شکسته میپوسه و میموره کاپیتان. نمیموره بیادر. باور کو که نمیموره. بله درد داره، میسوزه، اما نمیموره. اول دعا میکنی که درد نکنه. بله هرگز خوبم نمیشه، اما تا وقتی که نفس میکشی عادت میکنی. به قلب پر درد عادت میکنی و به نبود کسی که او درد برد داده. آمد خلیل. پدر. اوه خانم ابرو خوش آمدی. شما چرا اینجا آمدن؟ چی باشه؟ با تشویشت شدم. وقت در تلفن عزیز گفتی ترسیدم که برات کدام جنجال جور نکده باشی. وقت تلفن ختم میکردی هیچ برات مهم نبود. حال پدر جانت به فکرت آمد؟ بانما پدر، این چی وضعیت است که تو به خود جور کردی؟ الهی بته دستم ایلاکو. برو به کمکت ضرورت ندارم. خدا را شکر از خودم پای دارم، میتونم برو. درست است. تو یک دقیقه صبر کن. خدا همراهی عزیز نزن. خدا زدم. من جان عزیزه گرفتم. صدای خودم کشیدن نتونست. من شجاع هستم، مرد هستم. فهمیدی؟ چوبش پدر. بازم خدا در جنجال انداختی؟ من خودم بلا هستم. از هر کس حساب کاراشو پرسان میکنم. کلگی و عزیزم خواد دید، ملکم خواد دید. تو تلفن سر من قطع کردی ابرو. این کار تو رم در یک گوشه نوشته کردم. کار تو رم نوشته کردم. درست است. از مرام نوشته کو. از مام پرسان کو. از کلگی حساب پرسان کو. درست است. از کلگی حساب پرسان میکنم. صبر کو پدر. یک دقیقه تو شماره اتاق 106 نگرفتی؟ این نبوده. در اصل از عزیز حساب پرسان میکنم، از ملک خام. پدر چوب باش. کلید به ما بده. من خودم باز میکنم. با کمک کسی ضرورت ندارم. خدا پدر چی میکنی؟ بان که من باز کنم دروازه را تو دیدن نمیتونی. میخوای دروازه را باز کنم. صبر کن. اوف پدر اوی چی شده که قدر نوشیدی؟ ما اینجا همراهت میباشم. نمیتونم تنها اینجا ایلایت کنم. تو چرا میخوای اینجا باشی ها؟ مگم تو در قصر اتاق نداری؟
چرا میخوای اینجا باشی؟ تو خب مثل ما بیچاره نیستی دختر. دیگه نمیخوایم به او خانه برو. ما و اصل جنگ کردیم پدر. آه تو را کشیده اما تو را از فامیده شد. اینا نمک حرام هستن، نمک حرام. او مثل مادرش نمک حرام است. ما 26 سال به او شوهری کردم. ما او را همراه طفل بطنش قبول کردم. با طفل کس دیگه پدری کردم. تذکره اصلا ما گرفتم. درست است او چی کرد ها؟ او چی کرد؟ میخواید طلاق بگیره. نمک حرام است، نمک حرام. یک دقیقه تو چی میگی پدر؟ اصل دختر تو نیست؟ دختر من نیست، او دخترم نیست. ما او را همراه طفل بطنش قبول کردم. ما از او مواظبت کردم. پدر پس اصل دختر کی است؟ پدر دختر کی است گفتم؟ پدر اصل کی است؟ بگو پدر. تو ای کار بیبی، یعنی که اصل دختر کس دیگه است. کنانم بیکار نیست حافظ. متوجه هستم رئیس. او مثل ما دنبال چیزی هست، همون نمیگه. متوجهش باش. بچه دیوانه کدام کار اشتباهی که خدا به خطر نندازه. سعیز رئیس، سعیز. اما رئیس، ما چرا پلان ما را از کنعان پت میکنیم؟ تو همیشه نمیگفتی از هر کاری که میکنیم به کنعان هم اطلاع بتین؟ دشمن یکیست. واضح است که او هم با دنبال چیزی هست. کار ما را چرا یک جای انجام نمیدیم؟ ما به خاطر محافظت از خورم چوب هستم. به او خاطری گپا نگفتم که او رول مرکت اصل تهدید میکنه. این خود سعیس رئیس. هیچ دلم راضی نمیشه از کنعان چیزی را پت کنیم. فقط که پشت سر او کار میکنیم رئیس. پشت سر او کار نمیکنیم حافظ. فقط متوجهش هستیم. بچه شجاع است. یک رگ دیوانگی هم داره. بیازو قلبش هم زخمی است. اگر دیوانگیش تر خورد باز وقت میره. از گلون دیم رغلوها میگیره. باز وقت بیا جمعش کن. تو هم راست میگی.
خوش آمدی اصل. خوش باشی. کسی خود را تعقیب چیزی نکدنی؟ نه متوجه بودم. حالا داخل بیا. چی کردی؟ چیزی را که میخواستم پیدا تانست؟ پیدا کردم. شک خود سرت نکدن نه؟ نه اما کم بود به خدا. چی وقت به چشمه میری؟ هرچی آجل امشب میرم. جاله ای کارت بسیار خطرناک است میفهمی؟ در چشمه 2 خدمتکار است. اونا را چه قسم گپ میتی؟ من خانه را خوب بلد هستم. در اوایل عروسیم به یک رخصتی طولانی اونجا رفته بودم. اتاق خدمتکارا به دروازه اصلی نزدیک است. من از طرف راست ساحل اونجا داخل میشم. قبل از اینکه صبح شود و اونا بیدار شوند من کارم حل میکنم. به اندازه که میگی آسان نخواد باشه. هر قدر مشکلم که باشه مجبور هستیم که انجام بدیم مثلا. دیگه چاره نداریم. مجبور هستیم که درباره ناز یک سرنخ پیدا کنیم. درست است. امیدواری از اونجا چی پیدا کنی؟ وقتی ناز و راله ترک کرد در چشمه بودن. هر چیزی که شده در او خانه شده. اونجا کدام چیز هست؟ مطمئن هستم. چطور اینقدر مطمئن بودم میتونی؟ آلی را که در دفتر اورال مانده بودیم از چیزی که فکر میکردیم زودتر به درد ما خورد. گوش کن. بس از دیگه اورال، بس از پاک کردن کثافت کاریایید و از پوشاندن اشتباهاتت خسته شدم دیگه. ماهیگیر. ماهیگیر. آقا اورال، لیست شمارایی که با تماس شده بوده پیدا کردم. آخرین بار 32 دفعه. 32 میشه میفهمم شماره ماهیگیر است. دیگهش کی است؟ دیگهش کی است کندال برم بگو. ژاله سیحان. ژاله سیحان؟ بله آقا، شماره به نام او ثبت است. درست است. اگه با دقت گوش کنیم واضح است که چیز رپورت میکنن. اما هنوزم فکر میکنم رفتن تو به خانه چشمه بسیار خطرناک است. ژاله میفهمم اما مجبور هستم که برم. گپایشو نشنیدم. تمام سوالات در خانه چشمه حل خود شد. میفهمم اما تو بازم متوجه خودت باش. درست است. تو تشویش نکن. این دیگه کی است؟ تشویش نکن اصلا. سلام. بفرمایین. خانم ژاله سیحان مترس. نه به نظرم اشتباه کردین. اینجا به نام ژاله کسی نیست. یک دقیقه. اصل کنان. سرک کونا. شماره چند؟ شماره 6. درست است. درست شد آقا اورال. آدرس ژاله را گرفتم. اگه گرفتی حالا برو بیارش دیگه کندال. با چشم آقا. ژاله سیحان، بهت فرصت داده بودم اما نتونستی ازش استفاده کنی. از دست دادیش. چطور ما را پیدا کردی؟ من با دیدن خانم ژاله آمده بودم. البته از دیدنت متعجب شدم. بفرمایین. گپایتان گوش میکنم. ژاله دوست من است. نه معرفی شدیم. جالب است. حتما اورال از این دوستت خبر نیست.
در غیر از او واکنشش متفاوت می بود. تا جایی که من میفهمم خانم ژالا دوست نازم است، همه تو نیست؟ تو خوب اورال نمیگی نه؟ نه خیر، تشویش نکن، نمیگم. اما شما هم کل چیزا برام میگی. چیزی با گفتن نیست کنان. ما بیازو وقت مناسبش که رسید به شوهرم میگم. حالا باید پد کنم. نکو اصل، حالا تمثیل کردن باندگه. من متوجه کل چیز هستم. کوشش میکنی خدا خوش نشان بدی. ای که میگی اورال دوست دارم، کلش و کلش جزئی از تمثیلت است. ما تمثیل نمی کنم. چند دفعه دیگه باید برات بگویم. شوهرم ما دوست دارم و همراه او خوش هستم. وقتی که قدر شوهرت دوست داشته سرش اعتمادم داری، خیلی چرا پشت سرش ای کارا را میکنی اصل ها؟ چرا قدر درباره ناز تحقیق میکنی؟ ملکه، اینجا به خاطر اجازه گرفتن ازت آمدیم. اجازه چی؟ به خاطر چی؟ به خاطری که به اصل میگم پدرش هستم. نگو عزیز، ده باره گپ زدیم. تا وقتی که اصل از خانه نجات ندادیم حقیقتا نمیگیم. دقیقا اگه ای گپ نگویم دختر ما را از خانه نجات دادن نمیتونم. عاقبت و تقدیرش مثل ناز خواد شد. خدا نکنه. بیبی ملکه، من زیاد فکر کردم. اگه اصل نفهمه که من پدرش هستم، هر چیزی بگویم باور نمیکنه. ای که خوبی او را میخوایم، نمیفهمه که میخوایم از او مواظبت کنم. وقتی فهمید که دشمن دیم روغلو هستم، هر کاری کنم در مقابلم ایستاد میشه. و دیگه تا وقتی که او خانه باشه نمیخوایم خانه را سر او دیگه چپه کنم. نمیفهمم عزیز، میترسم از پرداختن قیمت رازه قدر سالا. میترسم اگه مرا نبخشه، اگه طرفم نبینه، بدون او من چی کنم؟ ملکه، میفهمم، درکت میکنم، اما سلامتی اولاد بیشتر از نزدیک بودنش مهم است. اگه سرش کدام بلایی بیایه، اگه در خطر باشه، بهتر است که قار باشه. حتی طرفم نبینه هیچ مشکل نیست، اما حداقل او را از اون خانه نجات باید بدم. نمیفهمم. فکر میکنم حق به جانب هستی. بدونی که وقت عزیز بدم میخوایم که دستل گپ بزنم. فقط با کمک تو ضرورت دارم. تو باید حقیقت برش بگویی. باید از زبان تو بشنوه که من پدر اصلیش هستم. گریه نکو. نتیجهش هر چیزی که باشه دختر ما را از خانه نجات میدم. اول واقعا تحت تاثیرش رفته بودم، از تواناییش، از رفتاری که در مقابلم داشت. اما بعداً همراه ژالا معرفی شدم. اتفاقاتی که سر ناز آمده بود کلش گفت. مام کوشش کردم به اورال نزدیک شوم. میخوایم بفهمم که ناز کجاست و همراهش چی کرده. تو نمیفهمی که همراه کی عروسی کردی اصل. یک بازی خطرناک شروع میکنی. میفهمیم که خطرناک است، اما منصرف نمیشیم. متوجه هیچ چیز نیستین. او آدم خواست مرا بکشه. چی؟ بله، دلدرل. افرادش دست و پای ما بسته کردن و مرا در دریا انداختن. اگه حافظ مرا از دریا نمیکشید حال اینجا در مقابلتان نمی بودم. کنان تو چی میگی؟ چرا تا حال ای را برم نگفتی؟ چی تغییر میکرده اصل؟ مرا ایلا کده همراه او آدم عروسی کرده بودی و دیگه بسیار خوشم بودی. ما یک ذرم برات مهم نبودم. هرچند هنوز آن نیستم.
اوف سرم به خدا که سرم از درد میکفه خدایا. دمیام شکر است دختر. من خب فکر کردم هیچ بیدار نمیشی. اینقدر که تو نوشیدی بسیار وضعیتت خراب کرده بود. تو چی وقت آمدی؟ دیشب آمدم. بیاد نداری؟ نه خیر بیاد ندارم. آخرین بار در رستوران بودم. بعد از اون نمیفهمم که بس صبر کو که ما به یادت بیارم پدر جان. دیشب زیاد نوشیده بودی. تو را با اتاقت آوردم. بعدن کم قصه کردیم. بسیار چیزای خوب برم گفتی. اما ده هیجان ترین جایش بیهوش شدی. چی گفتم دختر؟ گفتی که اصل دختر اصلیت نیست. پدر اصلی اصل کی است؟ اگه اورال خبر شوه که پشت سر اوی کارا رو انجام دادین، حد زدم میتونین که چی میکنه؟ مخصوصا تو رو هم میگم اصل پشت ای کارا رو اعلام میدی. ما دیگه برگشتن نمیتونم کنان. نامرده نامزادی دیدی؟ خیلی بفهم اورال هر کاری کدم میتونه. مام خوب همو خاطر میگم بعد از دیدن اون نامه من بیشتر به تشویش هستم. لطفا اصل پشت ای کارا رو اعلام بده. من حلش میکنم. کل چیز حل میکنم. نمیشه کنان. به خاطر ما تو خودت آتش مندازی؟ اورال در مقابلم ضعف داره نمیتونه. اما اگه بفهمه که تو دایی کار دست داری هر کاری کدم میتونه. در حقیقت تو دور باش لطفا. نامه های دیگه نازم پیش ماست. دکلش یا از من یا هم از بیادرش کمک میخواه. از اون ما زیاد برم آمده. اگه از اول خبر میداشتم. اگه از اولم خبر میداشتی هیچ کار نمیتونستی. هر دویتان قدرت شما به اورال کافی نیست. با وجوده که مثل دیوانه عاشق ناز بود دیدین که همراهش چی کرد، خدا میفهمه همراهی تو چی میکنه. اگه من قدر آسان شما را پیدا کردم و هم به زودی شما را پیدا میتونه. ژاله دروازه را باز کو. ژاله میفهمم داخل هستی. دروازه را باز کو. دروازه را باز کو ژاله. یعنی چی که نمیفهمم پدر؟ با دختره که خودت تذکره گرفتی نمیفهمی پدرش کی است؟ نمیفهمم دخترم نمیفهمم. ملکه این موضوع را مثل راست پنهان کردم. من به اندازه عاشقش بودم که حتی یک روزم نپرسیدم. تحقیقم نکردم. همین که پیشم بود کافی بود. آفرین به تو کار خوبی انجام دادی. تو چه قسم گپ میزنی دختر؟ من پدرت هستم. یگان چیز بده که بخورم. بخی خودت بگی. من میرم. توبه توبه. تشویش نکنین. چیزایی را که سفارش داده بودم آورده. ببینین هر دویتان این موضوع را به تنهایی حل نمیتونین. قسمه که گفتم اورال به زودی خبر میشه. خیلی چی کنیم؟ میخوایی بگویی بیشینیم و منصرف شویم؟ نه خیر، یک جایی کار میکنیم. بعد از این مام همراهتان هستم. ناق زنگ نزن. در خانه کسی نیست. کجاست خی؟ در جزیره بلچیک. جزیره بلچیک؟ بله. صاحب خانه 10 سال میشه که اونجا زندگی میکنه. 3 یا 4 سال بعد گاهی میایه گاهی نمیایه. تو چی میگی؟ چی چتیات میگی؟ ژاله کجاست؟ ژاله کی است؟ صاحب خانه خانم حامیت است. طرف ما بی احمق. امرای ما بازی نکن. ژاله کجاست؟ بازی چی؟ به خدا که صاحب خانه خانم حامیت است. اگه باور نمیکنی از هر کی میخوای پرسان کو. تو کی را میپولی؟ ما ژاله سیحان میپالم. ژاله سیحان. ژاله سیحان. اینجا به اونم کسی نیست. تو ژاله سیحان گفتی؟ تو را میشناسی؟ نه، اما 6 یا 7 ماه میشه که بل تلفنش اینجا میآید. من فکر میکنم که ژاله سیحان کی است. در غیر او را نمیشناسم. برام خبرهای خوب به تکندال. متاسفانه آقا اورال، شرکت از قصد به ما یک آدرس اشتباه را داده.
در اینجا زندگی نمیکن. او دیگه مربوط من همیشه کندال. هم یال جاله رو پیدا میکنیم یاری. آخرش خود دو است، اما تو رست؟ بله درست است، ثبت کردم. مام بیبی جاله عزیز بیادر برم بسیار با ارزش است. به اندازه بیادر اصلیم به من نزدیک است. به او خاطر خواهرش خواهر مام است. مام حداقل به اندازه تو میخوایم رد پای نازه پیدا کنم. اما لطفاً اصلا در ای کار دخیل نساز. نمیخوایم به او ضرر برسه. چطور کنم؟ تو هم شنیدی؟ نمیخوایم منصرف شوم. بیبی او خانم اورال زیر یک چت زندگی میکنن. اگه اورال بفهمه که مام در ای کار دخیل هستم به او ضرر میرسانه. جاله بعد از این فقط همراه ما در ارتباط باش، درست است؟ ما هر نوع کمک لازمه برات میکنم. فهمیده شد؟ به خاطر این مریضی کمی لاغر شدیم. میشه که ایره اندازم بسازیم؟ درست است، جورش میکنم خانم الینا. و دیگه ای که جالی ایران میخوایم. باید براتان مدلش نشان بتم. اون آدم موتر است. کم منتظر میمانین، معذرت میخوام. درست است، مشکلی نیست. چه قصه معلوم میشم مادر؟ بسیار عالی، بسیار مقبول شدی. مادر تو گریه میکنی؟ آی چی بفهمم، احساساتی شدم. لطفاً اتو نکن مادر جان. نمیخوایم که گریه کنی. من بسیار خوش هستم. ما به هم چی وعده داده بودیم مادر؟ باید خوش باشیم. هر چیزی که میشه شود. آخرش هر چیزی که باشه برای ما هیچ مهم نیست. اگر بمرم مام، من حیث خانم کسی که عاشقش هستم میمرم. الینا، من حیث یک زن خوشبخت. قرار نبودی گپاره نگویم دختره. آخرش هر دوی ما خوب میفهمیم مادر جان. قسم نگو. من خودم به هر چیز آماده کردیم. لطفاً تو هم آماده کن. نمیخوایم بعد از این به خاطر من گریه کنی مادر. الینا دخترم. مادر میخوایم حاله به من یک وعده بدی. بعد از من گریه نمی کنی. وقتی من را به یاد آوردی فقط خنده میکنی. چون که من میخوایم تو را خوش و خوشبخت و خنده بله ببینم. دخترم مقبوله. دخترم جان مادر. با یکی دیگه خود وعده دادم نی گریه نمی کنیم. درست است، وعده است. وعده است. چی شده شیرم؟ با عجله مرا خواستی؟ کدام مشکل خونه ایست؟ بیا ماما بیشی. گپ خود زیاد است، نمیفهمم که مشکل است یا نه. خب حالا دیگه برم بگو. ما ژاله را پیدا کردم. ژاله؟ او ژاله که دوست ناز است. همراه اصل در ارتباط شده ماما. کوشش میکنه جای ناز پیدا کنم. بله. خانه ژاله را پیدا کردم آقا. توسط تلفنش تعقیبش کردم. فعلا در خانه است. تکت چشمه را گرفته به میدان هوایی میره. چشمه؟ حتما دنبال رد پای ناز میگرده. اصل همراهش هست؟ نه خیر آقا، تناس. گوش میگم کندال، ژاله نباید به چشمه برسه. فهمیدی؟ هر چیزی که میشه شوه به او طیاره بالا نمیشه. فهمیدی چی گفتم؟ فهمیدم آقا. در قار خدا شوی.
نمیفهمن که در چی قسم یک بازی خطرناک هستن ماما. فقط دیمروغلا ها رو نمیشناسن، هر چیز بازی طفلانه جور کردن. همراه شاله گپ زدم، گفتم باید اصل از این موضوع دور نگاه کنی، فقط همراه من در ارتباط میشه. خوب کدی شیرین، ما بازم تدابیر خدا داشته میباشیم که سر خود کدام بلای نیارن. اینا هم خون گرم هستن، باید از هر قدم کنامی ما با خبر باشیم کنان. درسته، از تو تشویش نکن ماما. میکنین چون دخترم است، خورترین اشتباه جان دخترم خود گرفت. به او خاطر هرگز اشتباه نمیکنم. اما تو نیست حافظ؟ بله رئیس. حالا جواب تجاله. تو ده اینجا چی کار داری؟ با دیدن تو آمدیم خواهر جانم. بیبی خواهر گفتم معذرت میخوایم شیرینم، عادت است دیگه. اما در واقعیت ما و تو خواهر نیستی مسئله. مامورسای کمک کنین مامورسای. گپای ناقبان ابرو، چی میخوایی؟ چرا اینجا آمدی؟ اگه فلش میخوایی؟ فلش پیش خودت باشه جانم. آمدیم که زخمای تو را تازه کنم. تو چی گفته میری ها؟ میگم که در بین یک دروغ کلان نقشه یک شادخت بازی میکنی. اگر راستش بگویم واقعا دلم برات میسوزه. ابرو واضح گپ بزن، هر چیزی که میگی بگو و از اینجا برو. واقعا بد است. عروسی دروغ است، خانواده دروغ است، خواهرت، پدرت، تمامش دروغ است. اصلا نمیخوایم که بجایت باشم. دگرایش نه، اما در موضوع خواهر حق بجانه بستیم. یک دروغ کلان، یک خواب کلان از بین رفت. در حقیقت من دلم برات میسوزم. بعد از شنیدن حقیقت او وقت میفهمی که چقدر خواب کلانت از بین رفته. حقیقت چی؟ ای حقیقت که تو خواهر من نیستی. مادرت سالهایی گپ ازت پت کده. پدرت کس دیگه اصل. خانم ملکه از کس دیگه حامله دار بوده، بعدن رفته همراه پدرم عروسی کده. بازی جدید تمی است. واقعا چیز بهتر از این پیدا کردن نتونستی؟ اگه باور نمی کنی از مادرت پرسان یا رفته همراه پدرم گپ بزن. حتی من اگه بجایت باشم تست دی ان ای انجام میدم. تو چی چتیات گفتم میری؟ پدرم کل چیز اعتراف کرده اصل. مام طاقت کردن نتونستم، آمدم که تو رام بفهمانم. به خاطرت بسیار جگرخون هستم. پدرت تو را ایلا داده و رفته و تحمل کردن دروغی که مادرت سالها ازت پت کرده بسیار سخت است. واقعا دلم برات سوخت. بسیار متاسف هستم. سعید، درباره ناز خواهرت دستشان کدام دلیل است؟ درباره چند تا نامه گپ زدن. نامه چی؟ به تو نوشته کده بود، ازت کمک خواسته. اورال دیمیرغلو دختر بیچاره چه قسم ترسونده خفکش کده. خالی نامه ها کجاست؟ پیش اصل است. بودن او نامه ها دو خانه اشتباهی کلان از کنان. اگه به دست اورال بفته کل چیز از پایین میره.
ژاله زنگ زده. بله ژاله. کنان با کمک ضرورت دارم. چی شده؟ اورال مرا پیدا کرده که دالا پشت من داخته. حالا در کجا هستی؟ ما فرار کردم، تشویش نکن. اما اصل او در خطر بوده میتونه. اگه مرا پیدا کرده به منو که از ارتباط خبر داره. اگه فهمیده باشه به منو که جان اصل در خطر است. لباس عروسیم بسیار به ما مهم است. میخوایم خوب دنباله‌دار باشه، در زمین کشال شوه. پیش چشمایم تصور کرده میتونم بسیار مقبول خواهد شدی. یک چیز میگم الینا، چرا به خاطر عروسی اقدر عجله داری؟ میخوایم هر چی زودتر خلاص شوه بیادر. میفهمم جانم، اما هیچ آمادگی نگرفتیم. عروسی خود کار یک روز نیست یک دونه. کل چیز حل میشه اگه منتظر باشیم. یعنی با تابستان آینده یک تاریخ هم مشخص کنه. کل چیز خوب خواهد شد. امکان نداره؟ اینقدر منتظر مانده نمیتونم بیادر. باید فوراً نکاح کنیم. خوب است خودتان میفهمین، اما چی بفهمم؟ یک قسمی هر دویتان به رابطتان وقت میده، یکی دیگه تانو بهتر میشناسه. سینان جان به نظر من تو مداخله نکن، خودشان هم قسم میخواین دیگه. درست است، از من فقط گفتن بود. تو را چی شده؟ یه چی وضعیت است؟ چیزی نیست مادر. نگو اورال، چیزی به فکرت است. ما بچه خدا نمیشناسم. حالا بگو که چی شده. حالا دیگه چیزی به گفتن نیست مادر. بی اورال، پریشانی روزایت اعصاب من خراب میکنه. کارای سر به خود نکو. خانه را فروختی، صدای خدا نکشیدم. با دفن سهمدادی خاموش بودم. با وجود کل چیز حمایتت کردم. اما اگه کاری کنی که بالای خوشی الینا سایه بندازه، در مقابلت هستم. تو را هرگز نمیبخشم. برات قبلا هم گفتم مادر جان، من هر قدمی که میمونم و هر کاری که میکنم به کسی مربوط نمیشه. دلت که پشت سرم استاد میشه، دلت در پالیم و دلت در مقابلم استاد میشه، دیگه برام فرق نمیکنه. مادرت سالهای گپ از تو پد کرد. پدرت تو کس دیگه است. خانم ملکه از کس دیگه حامله دار بوده. بعدن رفته همراهی پدرم عروسی کرده. بله اورال. زندگیم کجاستی؟ در رستوران هستم. تناستی؟ تناستم. مادرمشون رفتن، به خریداری رفتن. صدای درست نمیایه، خوب هستی؟ زیاد نه. چی شده؟ اتفاق افتاده؟ اورال بعدن گپ بزنیم. میخوایم کم فکر ما آرام بسازم. درست است. تو در رستوران هستی اما تو نیست؟ بله گفتم که در رستوران هستم. لطفاً میشه بعدن گپ بزنیم. میخوایم کمی تنها باشم لطفاً. درست است زندگیم، باز میبینمت. ژاله را گرفتی؟ متاسفانه آقا اورال فرار کرد. یعنی چی که فرار کرد؟ چطور از پیشت فرار کرد؟ کم بود گیر کنم، پلیس آمد، کاری نتانستم. هوش کنی پیش چشمای من نیایی کندال. یا او دختر اینجا میاری یا که دیگه به خانه منم میایی، فهمیدی؟ میبخشین حال بسته میکنیم. خاله مثلا همراه ما بیاین. چی میگن؟ چرا باید همراه شما بیاین؟ مشکل ایجاد نکنین، اگر نبیاین مجبور میشیم که از این استفاده کنه. فوراً از اینجا برای نگنه پلیس میخوایم. چی میکنین؟ اعلام کنین. اعلام کنین. چی میکنین؟ اعلام کنین. مرا کجا میبرین؟ کمک! اعلام کو. اعلام کو. کمک! اعلام کو. گفتم اعلام کو. کمک!
الهیم کو گفتم الهیم کو مرا کجا میبرین؟ یک دقیقه صبر کنین. شما کی هستین؟ الهیم کنین لعنتیا، الهیم کنین برام بگوین شما کی هستین؟ مرا کجا میبرین؟ چرا مرا اینجا آوردین؟ الهیم کو الهیم کنین جزای کارتون میبینین، مطمئن باشین. الهیم کو عزیز توبراک. تو میخوایی چی کنی کنان؟ چرا همراهی هم دست شدی؟ میخواین با هم چی کنی؟ اصل یک دفعه آرام شو، کل چیز برات میگم. هیچ چیز با گفتن نیست، کل چیز واضح است. فورا مرا پس میبرین، حساب این کارم حتما میپردازین. اصل گفتم خدر لچری نکن. دست نزن، دست میلا کو. اول گوش کو چی میگم سعیس. بعد از او هر چیزی که میکنی پیش پلیس میری، از ما شکایت میکنی، ما را بندی میکنی، هر چیزه. اما اول گوش کو. درست است، اما هر چیزی که میگی زود بگو. چی میخواین؟ چرا مرا اینجا آوردین؟ اورال فهمیده که همراهی شالت دست یکی کردین. میفهمه که هر دوی تان یک جای تحقیق میکنه. زندگی در خطر از دختره. قبلا هم برات گفته بودم اورال یک آدم خطرناک است. با یک مدت باید دور باشی. اصل نمیگه که پدرش هستی. دیگه چهره او را نمیبینی. تا آخر عمرت فراموش میکنی که دختر به نام اصل داری. ما هم در مقابلش برات میگم که ناز حال کجاست و چی میکنه. یعنی به خاطر خوارم از دخترم منصرف شوم. متوس از کجا میفهمی تو را از بین برده دختر من دوباره به دست میارم؟ تو هیچ عقل نداری؟ نمیفهمم که من عقل دارم یا ندارم، اما میفهمی چی است؟ جرأت. اگه ای کار کنی اول اصله میکشم، بعدن خودم از بین میبرم. مرگ من سر تاثیر نمیکنه، اما از اینکه دلیل مرگ دخترت شوی تو را زنده به گور میکنه عزیز توبراک. بله آقا اورال، کوشش میکنم به یک شکل ژاله را پیدا کنم. حالا ژاله را ایلا کو کندال اصل گم است. به رستوران اومدم اما نتونستم پیداش کنم. فقط دست قبلش بود، گفته بود اونجا اما نبود. به نظرم امکان داره عزیز اختطافش کرده باشه. من با پیدا کردن عزیز میرم، با خبر باشی. به نظرم شما تنها نرین آقا. اصلا برام مهم نیست. اگه او اصلا گرفته باشه به این معنا که ماهیگیرم خبر داره. من عزیز چرا یک کار کنه؟ با خاطر که او پدر اصل است. از خواهر خود نتونست محافظت کنه، اما میخوای از دخترش محافظت کنه. اگه این کار کرده باشه به این معناست که جنگ خودش شروع کرده. عزیز توبراک و افرادش زنده به گور میکنم کندال. تو حال پیش خلیل برو، از او پرسان کرده ببین که چیزی را میفهمه یا نه. بعداً با هم گپ میزنیم. گوش کو، تو باید یک کار کنی که دو خانه باشی ابرو.
میگفتم خانوادگی یک جای میباشم، یک جدا شدم. ببین یک کار کده رابطه خود خوب بسازه برو. امکان نداره پدر، نمیشه. چرا؟ طرف ما ببی دختر، شما چرا جنگ کردن ها؟ چی شده؟ دقیقش نشو. ابرو چی شده؟ ابرو؟ به او حقیقت گفتم که او دختر تو نیست. حالا وقت مزاق هست؟ برام بگو شما چرا جنگ کردن؟ چرا گفتگو کردن؟ من کاملا جدیستم. تو دیوانه شدی دختر؟ چطور تو یک کار میتونی ها؟ تو عقل خود از دست دادی؟ یگانه فرصتی که در زندگیم برام آمده بود از دست دادم. تو خبر داری که تباه و در بدر شدم؟ او مرا مجبور به این کار کرد. کوشش کرد مرا عصبانی بسازم. ما مجبور شدم که بگویم. او لودا همیشه خود همراه من میزنه. حالا کوشش میکنه که مرا مجرم بسازه. مجرم چی؟ مجرم چی؟ هر چیزی که از دقیقش نشو من برات گفتن نمیتونم. اما اقدران به آسانی از من نجات پیدا کردن نمیتونه. او فلش و هارد دیسک ازش میگیرم. فلش چی؟ هارد دیسک چی؟ تو درباره چی گپ میزنی؟ من خو هیچ چیز نفهمیدم. هر چیزی که در دستای اصل است. کلش خود گرفتم پدر. دیگه به او ضرورت نداریم. فعلا فهمیدن همه قدر گپ برات کافی است. توبه کردم. به زودی جزای او را خود دادم. هر کسی که قصد جانش کرده فیلمم او گرفته. مطمئن استم آقا آلپر. دقیقاً با قورال گفته بودم نمیخوایم خانم مثلا مقصر بسازم، اما بعد از آمدن او فیلم گم شده. یک دقیقه من نفهمیدم. اصل قبل از گم شدن فیلم ها اونجا بود؟ بله، آقا قورال نگفت اینجا آمد میخواست که فیلم ها را بگیره. بعدا میفهمین که حادثه شد. به هر صورت ما سیستم دوباره چک میکنیم. همین که فیلم ها را پیدا کردم به شما اطلاع میدم. شما دقیقش نشید. پس فیلم ها را دیده میتونیم آقا؟ بله، با زودترین فرصت. بسیار تشکر. پس منتظر خبرتان هستم. راستی از شما یک خواهش دارم. اگه اصل دوباره اونجا آمده درباره فیلم ها پرسید برام خبر بده لطفا. روز خوش. روز خوش. تو خودت چی فکر کردی؟ اصلا تو چی نمیشی؟ چرا در زندگی مداخله میکنی؟ با محافظت از ما گناه خودت مقابل خواهرت پرداختن نمیتونی. درست است که مثل ناز هستم، اما هر دوی ما دو انسان جداستیم. هیچ برای مهم نیست نه خودت و نه خواهرت مرا راحت بانن دیگه. اگه به این کارایت ادامه بدی اصل تقدیرتانم یکی خواهد شد. یک روز اما تو گم میشی و هیچ کدام ما نمیفهمیم که کجا هستی. باور کن که هیچ کس نمیخواه، نه مادرت نه پدرت و نه ما. خیلی پیش کی جایم امن است؟ پیش همی آدم، پیش آدمه که سلام میکشه، فیر میکنه، اختطاف میکنه و 40 رقم فساد داره امن است. وقت موضوع نزدیکم شود دیوانه میشم. حق به جانو بستی دخترم، در دست خودم نیست. اگه اورال فهمیده که همراه جال هستم زندگی او هم در خطر است، چرا او را ناوردن؟ چرا تنها من؟ با تشویش جالا نباش. ما با یک مدت اورال مصروف میسازیم، او کار ماست. در این جریان کوشش میکنیم دلایل پیدا کنیم. درست است دخترم؟ از هر طرف کوشش میکنیم. وقتی یک دلیل پیدا کردیم دیگه کسی رو نجات دادن نمیتونه. تو وقت تو هم همراه من میباشی. نه خیر، هرگز نمیشه. بیبی میگن قدر زر زرگر میفهمن راست گفتن. به او خاطر با ارزشترین دوستم پیشت میمونم. به فکر دیگه چیز نباش. بله، به اجازه دخترم من یک کار دارم حل کده فوراً میایم. چیزی میخوایی؟ بله، دیگه هرگز کوشش نکنی برام دخترم بگویی. هر قسمت تو بخوایی. اگه فکر
فکر کردی من اینجا نگاه کردم میتونی اشتباه کردی میرم. هیچ جایی رفتن نمیتونی اصل. کنان الایم کو مادرم در رستوران منتظرم است، از تشویش دیوانه شده. الایم کو کنان من باید همراه مادرم گپ بزنم. هیچ جایی رفتن نمیتونی. ما بسیار جدی هستم. آی با خدا دستایم شکست. آی کاش که شاگردم میخواستم. بیچاره اینا را چطور به تنهایی آورده میتونست. اصل اصل دخترم آشپزخانه هستی؟ اصل نه که جای رفتنی بود. نه جای رفتنی نبود و دیگه چطور دروازه را باز مانده؟ نیست دیگه. تو یک بار برش زنگ بزن. زنگ تیر میکنم. دروازه رو باز کنین. گفتم دروازه رو باز کن. دروازه رو باز کن. آقا عزیز خانه نیست آقا اورال. دروازه رو باز کن. کنان کجاست؟ نیکه وام خانه نیست ها؟ کار خدا رو ببین. آقا کنان اینجا زندگی نمیکنه. فعلا در خانه هیچ کسی نیست. مرسل کو بعضی استوپراک سلام منو برسان. بگو اورال نمیره اغلو اینجا آمده بود. اگه جرأت داره در مقابل بیای از پشت سرم وار نکنه. کجاستی دخترم؟ حتما برام زنگ بزن که به تشویشت هستم. بله مادر. اصل خونه آمده؟ نه نامده. چرا پرسیدی؟ چیزی نه اما تو پرسان کردم. وقتی آمدم گپ میزنیم. خوب است. بیازو ما میخواستم همراهت گپ بزنم. اورا خانه میایی؟ بله اما باید یک جای دگان برم که کار دارم. زیاد وقتت نمیگیرم بچه. فقط یک چیز میپرسم. پس منتظرت هستم. درست است. سینان آمد؟ درست است و دختر اونجاست. درست است بعدن زنگ میزنم. مادر جان چی شده؟ چرا نارام هستی؟ چیزی نیست. اصل کجاست؟ تلفن خودم جواب نمیده. نمیفهمم. چرا پرسان کردی؟ باید گپ بزنم. تو میفهمی که چرا همراه خواهر خود جنگ کرده؟ نمیفهمم. بعد تو چیزی نگفته؟ نمیفهمم. چرا پرسان میکنی؟ امکان داره او دختر قصد جان الینا را کرده باشه. مادر جان بیازو من از اول میره گفتم میرفتم و سینانم گفتم اما با گپایم باور نکرد. خانم ابرو اتاقتان باز کردم وسایلتان گرفتم. میتونی؟ روز بخیر. امیدوار هستم که مزاحم نشده باشم. تو به گپای ما گوش میکردی؟ به خاطر گرفتن وسایلم اومدی. ضرور نیست. تو آدرس تبان ما به وقتش روان میکنیم. دفنه تو مداخله نکن. خوب شد که آمدی. ما میخواستم همراهت گپ بزنم. همراه ما بیا.
خانم جانان مشنوام کدام گپ شده؟ بین تو و اصل چی شده؟ شما چرا گفتگو کردی؟ یک گپ خورد بود بین خواهرها خواهی گپا میشه. یک خواهر به خاطر گپای خورد خواهر خود از خانه بیرون نمیکنه. وقتش نیست که همراهیم بازی کنی. شما چی رو پت میکنی؟ کی؟ ما چی رو پت کده میتونی؟ هر قدر میخواین زحمت بکشین. اون فیلمارم میگیرم پیدا میکنم کی همراه دخترم ای کاره کده. او وقت همراه اردویتان باز بین. خانم جانم ببینین ما واقعا نمیفهمم درباره چی گپ میزنیم. فکر میکنین باز با این بردن فیلم ها کل چیز تمام شده اما نیست؟ اینقدر آسان نیست. به زودی حقیقت پیدا میکنم. فقط ما نیم پلیس هم کل چیز میفهمه. به این خاطر مطمئن باش. زیرا که سالها پدرم میگفتم پدر اصلیم نبوده. چی را میپولی؟ اگر کدام مشکلی نباشه دوباره میپرسم. اورال دیمیروغلو کجا است؟